عبارتهای جبری جلسه دوم. مثال: برای شکل‌های داده شده محیط و مساحت را به صورت یک رابطه ریاضی بنویسید. خب شکل اولی میشه مستطیل، طولش آ، عرضش ب. خب برای که محیط و مساحت به شکل رابطه ریاضی بنویسیم، اول میام محیط و مساحتش به همون شکل فارسی که توی دوره دبستان دیدیم مینویسیم. اول از همه مثلا مساحت مستطیل همونجور که میدونیم طول ضرب در عرض. میام اینجا برای این متغیرها دیدیم جلسه قبل دیدیم هر کدوم از اینا یک متغیر بودن. برای این متغیرها معادلش میام اینجا می نویسیم. مساحت رو با اس بزرگ نشون دادیم. طول اینجا آیه ضرب داره، این ضرب رو گذاشتیم. عرضمان اینجا بیه. پس این رابطه فارسی که بود مساحت مساوی با طول ضرب در عرض برای مستطیل تبدیل شد به رابطه ریاضی S مساوی با آی ضرب در ب. این یک رابطه. بعدی محیط مستطیل. محیط مستطیل همونجور که میدونیم محیط مستطیل میشه طول به اضافه عرض جمع این دوتا ضرب در 2. میام برای هر کدوم از این متغیرها برای هر کدوم از اینا معادل ریاضیش می‌نویسیم. محیط با پی بزرگ پرانتز باز، به جای طول آ میذاریم، به اضافه این به اضافه به جای عرض ب میذاریم، پرانتز بسته، ضرب در 2. این برای محیط مستطیل. شکل بعدی یه مربع میدونیم طول و عرضش با هم برابره. پس اینجا اگه طولش آ باشه عرضش هم آیه. خب محیط و مساحت میام به دست میاریم. محیط مربع میشه یک ضلع ضرب در 4. محیط با پی نشون میدیم، پی بزرگ، ضلع آیه ضرب در 4. بعدی مساحت مربع به فارسی همونجور که میدونیم یک ضلع ضرب در خودش، یعنی میشه ضلع ضرب در ضلع. حالا شکل ریاضیش بخوام بنویسم، مساحت میشه S مساوی با ضلع آیه ضرب در این، باز ضلع بعدی هم همون آ حساب میشه. این شد رابطه برای محیط، رابطه برای مساحت. شکل بعدی یه مثلث داریم، اضلاعش آ ب و س، ارتفاعش یکی از ارتفاعهاش اچه. خب اول از همه محیط میخوام به دست بیاره. محیط مثلث قبلا گفته محیط هر شکل یعنی دور تا دور اون شکل، یعنی تمام اضلاعش با هم جمع بشن. پس محیط مثلث یعنی جمع سه تا ضلعش. محیط با پی نشون بدیم، سه تا ضلعش هم آ ب و س که اینا رو با هم جمع میکنیم. این ضلع اول به اضافه ضلع دوم به اضافه ضلع سوم. مساحت مثلث به این شکل بود. ارتفاع ضرب در قاعده به روی 2. خب میام معادلش می‌نویسم. مساحت S، خط کسری داریم، خط کسری میذاریم، ارتفاع
H، این ارتفاع H ضرب در قاعده آی تقسیم بر 2. این هم 2. این محیط برای مثلث، این هم مساحت برای مثلث. شکل بعدی زوزنقه. محیط زوزنقه رو میخوام به دست بیارم. باز دوباره دقیقا مثل مثلث، محیط مثلث جمع 3 تا ضلع شد چون 3 تا ضلع داشت. محیط زوزنقه میشه جمع 4 تا ضلع چون 4 تا ضلع داره. A، B، C و D. پس محیط زوزنقه مساوی است با مجموع 4 ضلع. محیط نمادش پی بزرگ، مجموع 4 تا ضلع، ضلع اول A، B اضافه ضلع دوم B، B اضافه ضلع سوم C، B اضافه ضلع چهارم هم D. مساحت زوزنقه به این شکل بود. پرانتز باز، قاعده بزرگ به اضافه قاعده کوچیک ضرب در ارتفاع به روی 2. میام معادل ریاضیش براش می‌نویسم. مساحت با اسم نشون بدیم، خط کسری هم میذاریم. پرانتز باز، قاعده کوچیک آیه به اضافه قاعده بزرگ به پرانتز بسته ضرب در ارتفاع. ارتفاعش اینجا، ارتفاعش H، پس میشه آی به اضافه به داخل پرانتز ضرب در H به روی 2. این رابطه برای محیط، این رابطه برای مساحت. و شکل آخری مربع. اول از همه ببخشید دایره. بله، محیط دایره. محیط دایره به این شکل بود. قطر ضرب در 3/14. خب اینجا یک نکته باید بگم. در دایره های مختلف این شعاع فرق میکنه. خب پس شعاع میشه یک متغیر. نمادی که برای این شعاع به کار میبریم، حالا چون شعاع متغیر شد، نمادی که برای این شعاع به کار میبریم آر کوچیکه. یعنی همیشه برای شعاع از حرف آر کوچیک استفاده میکنیم. این هم جز نامگذاری های خاصه. همیشه شعاع با آر کوچیک نشون میدیم. پس تو این دایره آر میشه شعاع. خب نکته دیگه، حالا که شعاع شده آر، خب میدونیم که قطر هم 2 برابر شعاعه، یعنی 2 ضرب در شعاع. قطر 2 برابر شعاعه. از اینجا تا اینجا شعاعه، کلش میشه قطر. از اینجا تا اینجا قطره، خطی که از مرکز دایره گذشته. پس قطر میشه 2 برابر شعاع، یعنی 2 ضرب در شعاع، که اینجا به جای شعاع از این نماد آر استفاده کنیم میشه 2 ضرب در آر. خیلی خوب، حالا میریم بالا. اینجا محیط دایره، محیط پ بود، قطر 2 ضرب در آر ضرب داره 3/14. عدد پی هم خودشه می نویسیم 3/14. این فرمول برای محیطش بود. حالا مساحت دایره. مساحت دایره همونجور که میدونین شعاع ضرب در شعاع ضرب داره 3/14.
به جای مساحت دایره حرف اس بزرگ استفاده میکنیم. شعاع آر ضرب داره. باز دوباره شعاع بعدی هم نماد آر استفاده میکنیم، ضرب داره. 3/14 هم خودش. اینم رابطه شد برای مساحت دایره. منتها جلوتر که رفتیم یه مقداری اطلاعات ما بیشتر شد. این رابطه ها رو یه مقداری دقیق تر با اصول ریاضی میتونیم بنویسیم. فعلا در همین حد کفایت میکنه.